میبینیم که پرچم ایران میبینیم که از اینجا دوره ولی نمایانه. شمشاد کاریای قشنگ که اینجوری طبقه درستش کردن. همینطور که میبینی که چیزای جالب اینجا این کفروشایی در واقع غیر آسفالتی اینجا هست که یه پوشش نرمی رو اینجا داده و باعث میشه که وقتی شما روش راه میرین نرمه، که اگه زمین بخورین یا وقتی میدوین خیلی به زانوهاتون یا به در واقع بدنتون فشار نمیاره و این کارو اوایل در نصف پیست کرده بودن، نصف آسفالت بود نصف از این فوم بود، ولی بعدا به مرور زمان کاملا تبدیل کردن. همینطور که میبینید این زمینه گلف اینجا هم هستن. الان این در واقع شماره سوراخ خودشون میده، حالا خیلی تو فیلم شاید معلوم نباشه و در واقع محل و لوکیشن این نقطه و این هم در واقع ادامه ای کار. خب اینجا یکی از قسمت های خیلی خوشگل این باشگاهه. توی که میبینی در واقع از این بالا این کوههای شمرون که هنوز توی اردیبهشت با برف داره دیده میشه، شمال تهران. اینم زمینه گلف. این که خیلی ویو قشنگ و با صفایی داره. بعد در ادامه پیست سلامتی یا تندرستی که تو فصل بهار که الان من هستم تو این موقع روز، واقعا اگه هم راه بریم هم حرف بزنیم کلی از این ذرات و حشرات ریز و اینا کنار زمین هم یه مقدارش افتاده، نمیدونم چیه، کتونه آسده که میره تو گلوتون و حسابی سرفه میکنیم. تو الان دیدیم اینی که همه مسیر سرپایینی بود، از اینجا به بعد دیگه میشه سرباله. یعنی تقریبا این باشگاه رو از هر ورش از هر سمتش که دور زدن رو شروع کنین تقریبا نصفش رو سربالایی میرین. این اول سرپایینی میرین بعد سربالایی میشه و خب این مسئله باعث میشه که شما در واقع کالری کافی بسوزونید. ببینید تقریبا اون حرفی کم جلوتر باید میزدم در مورد پیست این شکلی بود که اون موقع نصف اینجوری آسفالت بود نصف کفروش، ولی تقریبا بیشتر پیست دیگه از این پوشش‌های قرمز شده که توی در واقع فیلدهای دو میدانی استفاده میشه، زمینه دو میدانی. اینجا همون ماشینه هست که من خودم با در واقع موقع اومدن ازش رد شدم و با ماشین اومدم تا پارکینگ. دیگه قسمت کالری سازی از اینجا شروع میشه. کالری سوختم باز میخوام و میتونم بهتون بگم من بارها با اپل واچ یا هر ساعت کالری سنج اندازه گرفتم. اگه شما با ضربان قلب میانگین 100 حالا بعضا تا 110 120 هم میره ولی اوریج 100 یه دور کامل باشگاه بزن. در ادامه رستورانه که بهتون گفتم کاف و رستورانه دیگه هم هست اینجا، بعضا خیلی باصفا و دنج‌تر. در ادامه کار میبینید اونم با اجتماعاتی سازی که از اینجا معلومه اومدیم حالا سمت در واقع شرقی زمینه گلف که در مرکز باشگاه است و این جاده تندرستی به دور این زمینه گلف در واقع یه لوپه که میگرده. در ادامه
همچنان مسیر سربالایی رو میریم. من در واقع لوپ رو در جهت خلاف عقربای ساعت شروع کردم، ولی شما میتونید در جهت عقربای ساعت همین لوپ رو برین. خب اینم زمینه بولینگ ملاحظه میکنید. خب یکی دیگه از جذابیت‌های اینجا که خیلی ها در واقع به خاطرش میگن اینجا معروفه، زمینه تنیسشه که اصلا سالها مسابقات تنیس جام دیویس هم همینجا برگزار میشد. بر تورنمنتی هم اینجا همیشه به این نام‌های مختلف برگزار میشد، مثل کاپ انقلاب یا چیزایی دیگه. ولی الان به صورت تفریحی مردم میان ثبت نام میکنن و تنیس بازی میکنن که خب خیلی در واقع تفریح فرح بخشیه برای خیلی ها. ببینیم تو ادامه پیست. خب در واقع میبینی که توی این هوای ابری فصل بهار چقدر تنیس رو خاک روز میچسبه. شما میتونیم با ثبت نام در باشگاه انقلاب و بعد عضو باشگاه تنیس شدن و پرداخت هزینه اجاره زمین و یا اگه آماتور هستیم مربی بیاین و ورزش کنید. من کریستیانو رونالدو اینجا. خب حالا اومدیم بعد اون پیاده روی اینجا یکی از این کافه‌های اینجا کافه پات یه امریکانا بزنیم و کیک لوتوس. اینجا جز کافه‌های خیلی با موقعیت خوبشه، یه فضای حالا عالی داره اینجا، بیشتر روی این سکرین بزرگ گلف نشون میده چون بغل زمین گلفه و اینجا هم که این قسمت دیگه از اون زمین‌های گلف و بازی‌های دیگه است البته که کلا یه خواستین کافی یه غذایی بخورین میتونین تشریف بیارین اینجا. باشگاه تموم شد. از اینجا از این مسیر خیلی آروم و شیک خروج میکنیم. روز بسیار خوبی بود. من اینجا با دو تا از بچه‌های خیلی خوب باشگاه آشنا شدم. قبلش بزنید این ویو در واقع زمین رو از اینجا نشونتون بدم که خیلی باحاله. حیف از اینجا نبینی. و آرزوام به حضور شما دو تا از بچه‌های باشگاه آشنا شدم، همینجوری رفیق شدیم. این هم جای خیلی خوبیه حتی برای دوست پیدا کردن و آشنا شدن. محیط خوبیه، آرومه. الان میبینین ماشینا بیشتر شدن، اینجا داره شلوغ‌تر میشه دیگه. میبینین حتی این لاینه وسط هم میان پارک میکنن به خاطر زیادتر شدن آدمایی که وارد میشن. من حتی فکر میکنم دارم اشتباه میرم، بعد این وری برم. من الان از سمت چپ میرم که میرم خروج میکنم از درب شمالی که درب نمایشگاهه، اصطلاحاً بهش میگن درب نمایشگاه. و حالا تا اونجا باهاتون هستم که این در واقع خروجی هم تو فیلم من باشه. از ورود تا خروج با شما بودم. خیلی از این ساعت بعد خصوصا هوای اینجا خنک و خیلی دلانگیز میشه. یعنی اگه مثلا اون ساعتای حالا 6
اینا که الان باشه تشریف بیارین برای یادروی، احساس بهتری هم داره. این هم همون نمایشگاه که خدمتتون گفتم و اینجا درب شمالیه که بغل نمایشگاه است. از اینجا رو شما مستقیم برین میرین تو خیابون سئول و اتوبان چمران و یادگار ما. روز خوبی داشته باشین.